سلام دوستان عزیز و همت روز سعید جمعه مبارک باشد. روز همت به خیر و شادی باشد. همین حال در دوشنبه شهر در چهاردودرون میگن چهاردومای پاورات ایرپورت سفر داریم برادرای عزیز طرف ترکیه استانبول، یعنی استانبول. مقصد که میریم از جای تاریخیش تماشا میکنیم و یک چیز را نگفته نمونم که در این سفر ما سرپرست کل شرکت محیدین برادرای عزیز. شرکت محیدین این ما رقمشون بمونم برای گذاشتن گرانیتسا محرمات در این رقم زنگ بزنید شما را صبح سلامت اولش کدو آخرش کدو برای گرانیتسا میارم. شرکت محیدین در خدمت شما مردم غریب و ما میریم ترکیه جای تاریخیش دیدن میکنیم. مقصد که شما بنویسین ما سال 2012 رفتم، سال 2012 رفتم ببینید بین 10 سال گذشت. یک جوش دارم است، یک جوش دارم نیست. شما بنویسین که من که جوش برم هم در استانبول خودش. مقصد که جای تاریخیش بنویسین که جوش خوبه که جای تماشا باب داره. یک جای شما بنویسین ما میرم اونجا را یک جای تماشا میکنیم دیدن میکنیم. ما البته که برای شما بنوار میگیرم و در اینترنت میمونم، در یوتیوب کانالم شما تماشا کنین و علاوه کنین. فقط شما دعاگو باشین در حق ما برادرای عزیز. ما هم در حق شما دعا میکنیم. اللهم اغفر لی و لوالدی و الاستاذ و جميع المؤمنات و المسلمین و المسلمات برحمتک یا ارحم الراحمین. الله اکبر. خداوند بزرگ همه تا برای کار بتم. ما در راه سفید رفتن میگیم با شما رو بنوار گرفتم موندن میگیم میره ترکیه استانبول یک جای تماشا میکنیم. دوشنبه جانی ما هم نشون نیست دوشنبه سیتی. به همه سفرکی ها راهی سفید. یک حدرک در زلاجدانی همه زلاجدانش دیگر ایرپورت دوشنبه جمعه این طرفش پاگیزه همون تشکرده میدوی میخری. خب دوستای عزیز ما چی گفتنیم؟ ایرپورت خودمانو بینید چقدر جاهای زمانوی داره، جاهای خوب و خاطرمان داره. این توقیه رو بینید چقدر تینجا آرام، چقدر زیبا. دیدم یک تنقی کافی اگ میگیری ای تمامی روی دنیا دا ارزانه تجربه. من همه جا را میرم میبینم ارزانی ده به درجهش. این خلق مهربان، این خلق خداداد خدمانه کنیم. زنده باشید. خداوند رو مددگار تا چی گفتم خیلی میکنیم. برنامه نو انتظار باشه انشاءالله که ما پیشکش شما میگردم. آخر سربلند و خانمان باشید. خداوند رو مددگار تا. و در آخر رکلام نه پاوزا ناو دیدیم که یا آدم داد تا بلیت بتیانی نخوام تو خود بلیت دادیم شد که این شریز پسات که میرم در چی میفروم آستانه گیجای وجود میفرویم با دیگه سمرود میشنه میریم. زنده باشید.